متاسفانه این مادر بیمار است. ظریفова Саъбагул. سال تولدش 1979. از سنه 16/05/2025 از خانه ساعت 7:30 سحر میبروید و به همین بنام نشان میشود. این مادر استقامت کننده ناحیه یاوان دهه زرکمر میباشد. از تمام استقامت کننده های ناحیه یاوان و این چنین تمام مردم تاجیکستان عزیز خواهش میکنم اگر همین مادر را در یگان جا دیده باشین یا اینکه میدونین در کجا قرار داشتنشه التماس در رقمای در روی اکران بده زنگ زنین. این رقمای تلفن فرزندشه. با یک بار دیگه میگم این مادر کم ترک بیمار است، سلامتی روحیش اونقدر خوب نیست و سحر بر وقت همین مادر از خانه فرزندش میبره به سمت نامعلوم میره و به همین بینام نشان میشود. گپی زیادی ننویسونین. التماس در پخش شدن همین ویدیو کمک رسانین و همین ویدیو را در واتساپ و تلگرام و در اینستاگرام و در یوتیوب خودتان گذارین، استوری مونین، صاحب شستامونین تا اینکه هر چیز زودتر مادر همین برادر را پیدا کنیم. الان نگاه عزیز، авиакаса اسماعیل تاجیک چیپته‌های هواپیما به تمام گوشه‌های روی دنیا را دارد. کدام نفری که چیپته هواپیما لازم باشه رقم‌های در روی اکران میبرامدگی رقم‌های авиакаса من با دیل پر میتونین زنگ زنین چیپته هواپیماتون خریداری کنین. جوابگری و مسئولیتش به گردن خدمت авиакаса خدمت پلوس و مینوس هم گویم در کیسه خدمت. به همین خاطر سمیل میتونین زنگ زنین، مراجعت کنین، بلیط خریداری کنین و بعد دیلی پر خلاصه. اوی نرخ نوای چیپته ها برادرای عزیز من تعریف نمیکنم که چیپته های авиакаса ما ارزان است. اول دیگه جا را زنگ زنین پرسین انتریسابت کنین بعد زنگ زنین ما را پرسین با که جایش که ارزان است که جایش که با باوری است همونجا خریداری کنین. من دیگه اودا بخیلی نمیکنم. الان نگاه بون